سلام علیکم. سلام، خوش اومدین. کارگر نمیخوان؟ چرا اتفاقا کارگر میخوایم برای انبار؟ میتونی بار ببری برای انبار؟ سنم گذاشته دیگه، بار برشتن نمیتونم. اشکالی نداره، میتونی فروشندگی انجام بدی؟ ما با مردم خجالت میکشم صحبت کنم. اشکالی نداره، حالا برای نظافت و چایی چیزی میتونی برامون انجام بدی یا نه؟ پسر جان، ما با یه قیافه بیام آبدار چی بشم؟ همین کله ما رو میبینی؟ حقوق یک ماه تا تو اینجور ما رو نگاه منی. جسارت نشه حاج آقا، من فقط میخواستم اینا هر کاری که شما بلدی همون کار انجام بدی. و فقط میتونم خوب برقصم. میخوای برات برقصم؟ پاشو ببینم رقص چجوریه که همون کار انجام بره ما انجام. اجازه بدی کاپشان ما در بیارم. وای 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 دیرم آه جون میخوام برم آه جون از این بری آه جون پنج دری آه جون غیر کمری آه جون محمود فری آه جون خانم زری آه جون خانم پری آه جون ورنه خوب بود. شما استخدامی از فردا صبح ساعت 8 اینجا باش.